سلام دوستای خوبم، به کانال بافینو خوش اومدین. امروز آموزش این پاپیون زیبا رو داریم. کار بافت خیلی ساده ای داره. شما میتونید به عنوان کش مو، گیره سر و هر چیز تزیینی دیگه ازش استفاده بکنین. بریم که با همدیگه آموزشش رو ببینیم. احتیاج داریم به 61 زنجیره. اول از همه یک گره میزنیم و شروع میکنیم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من 61 زنجیره رو میزنم و ادامهش رو با هم دیگه میبافیم. من 61 زنجیره رو زدم. 61 زنجیره شروع میکنیم به باف. احتیاج داره فقط به پایه متوسط و پایه وسط. از زنجیره دوم شروع میکنیم به بافت پایه متوسط. 1 2. نخ دور قلاب رو وارد خونه میکنیم. خونه دوم نخ میگیریم میاییم بیرون. 3 تا نخ روی قلاب داریم. 3 تا نخ رو یکی میکنیم. این بهش میگم پایه متوسط. شما 6 خونه باید پایه متوسط ببافید. 1 2 3 4 5 و ششمی. 6 تا خونه پایه متوسط میبافیم. 6 تا خونه بعدی رو پایه وصل میزنیم. قلاب رو وارد زنجیره میکنیم. خونه بعدی نخ میگیریم و از زنجیره داخل قلاب رد میکنیم. این میشه پایه وصلمون. 1 2 3 4 5 و اینم ششمی. پس شد 6 تا پایه متوسط و 6 تا پایه وصل و مجدد شروع میکنیم 15 تا خونه پایه متوسط بافتن. 1 2 3 15 تا خونه پایه متوسط میبافیم. من 15 تا رو میبافم. ادامهش رو با هم دیگه میبینیم. من 15 تا پایه متوسط رو بافتم. بعد از این 15 تا شروع میکنیم 6 تا خونه دیگه پایه وصل میزنیم. 1 2 3 4 5 و 6. بعد از این که 6 تا پایه وصل رو زدیم شروع میکنیم 15 تا دیگه مجدد پایه متوسط بافتن. 1 2 3 4 من 15 تا رو میبافم. ادامهش رو با هم دیگه میبینیم. 15 تا پایه متوسط مجدد رو بافتم. حالا شروع میکنیم 6 تا پایه وصل میزنیم. 1 2 3 4 5 و 6. بعد از اینکه 6 تا پایه وصلمون رو زدیم تموم شد 6 تا آخر رو پایه متوسط میبافیم.
و اینم ششمی خونه آخر. به همین صورت انجام میدیم. 6 تا پای متوسط، 6 تا پای وصل و 15 تا پای متوسط. مجدد وسط 6 تا پای وصل میخوره، 15 تا پای متوسط و همینطور 6 تا پای وصل و 6 تا پای متوسط. برای رج بعدی شروع میکنیم، یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و از این گندمی هایی که بالا هستش، از این گندمی ها از خونه پشت، از نخ پشتی اینجا، از اینجا شروع میکنیم به بافت زدن به همین صورتی که رج قبل بافت زدیم. 6 تا پای متوسط میبافیم از این خونه های پشت. 1 2 3 4 و اینم ششمی. به این صورت، به صورت کش باف بافته میشه و دقیقا 6 تا پایه وصل اینجا رو هم از خونه های پشت سری شروع میکنیم به بافت زدن. این گندمی های بالا از این خونه های پشت. 1 2 3 و این هم ششمین خونه که پای وصل میزنیم و مجدد دوباره 15 تا پای متوسط دیگه میبافیم از خونه های پشت روی گندمی ها. و اینم 15مین پای متوسطمون و مجدد شروع میکنیم. 6 تا پای وصل میزنیم، 15 تا پای متوسط، 6 تا پای وصل و 6 تا پای متوسط. من اینو تا آخر میبافم و ادامهش رو با هم دیگه میبینیم. خب من اینو بافتم. برای رج بعدی شروع میکنیم، یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و به همون صورتی که رج قبل بافتیم از گندمی های بالا از خونه پشتی شروع میکنیم به بافتن به همین صورتی که 6 تا پای متوسط، 6 تا پای وصل، 15 تا پای متوسط، 6 تا پای وصل و 15 تا پای متوسط، 6 تا پای وصل و 6 تا پای متوسط و برای رج بعدی یک زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم و به همون صورت ادامه میدیم. من اینو کاملش میکنم و کامل شدهش رو بهتون نشون میدم. اینم از تموم شده کارمون. من اینجا 4 تا 5 رج بافتم، نخهای اضافه رو قیچی کردم و مابین کار مخفی کردم برای تمیزکاری بهتر و بعد این قسمت هایی که پای وصل زدیم و روی کار قرار میدیم به این صورت و بعد شروع میکنیم به پیچیدن نخ دور کار. اگه شما خواسته باشین مثل این یکی دیگه که پشت سرش کشت بذارین، قبل از اینکه نخ رو بپیچین کشتون رو میذارین و بعد مجدد شروع میکنین به پیچیدن نخ. چند دور کافیه. نخ رو میپیچین دور کار
بعد شروع میکنیم به مرتب کردنش. به این صورت. و بعد نخ یک از پشت سر گره میزنین، قیچی میکنین و توی کار برای تمیزکاری بهتر مخفی میکنین. این شد از پاپیون زیبای ما. آموزش این پاپیون ساده و زیبا هم به پایان رسید. ممنون که تا الان همراه من بودین. خوشحال میشم که کانال رو دنبال کنین و توی کامنت ها نظرتون هم برام بنویسین.